به قیمت چند صد هزار دلار یا میلیون دلار امتحان میکنن فقط برای اینکه مطمئن بشن. انقدر داستان تعریف کرده، داستانی که خودش تعریف کرده جای حقیقت رو تو مغزش کاملا گرفته. آره، ایرانی‌ها تنها کالچری هستن که موفقیتاشون رو قایم میکنن، میگن نگو چشمت میزنن، خاک تو سرت بکنن. آدم‌هایی در دنیا زندگی میکنن، در همه جای دنیا، که شعورشون از جنین انسان کمتر. سلام به برابکس یوتیوب. امروز هستیم روز پر انرژی خفن با هیچ کسی به غیر از عشق من رضا فرشته. خیلی مخلصیم. اومدم دوباره به خونه هاتون. بچهای صلح اقتصادی، مرسی که منو میپذیرین، ما رو نگاه میکنید. با سهیل دمتون گرم، خیلی وقت بود ندیدم سهیل. ببین بذار بگم، اولا ما الان مثلا شاید بالای 1 ماه و نیمه که میخوایم ویدیو بگیریم، هر دفعه روز ویدیو یا یه اتفاق واسه رضا افتاده یا یه اتفاق واسه من افتاده. بعد توی 2-3 دفعه آخر هر دفعه اتفاق واسه من افتاد. امروز صبح من به رضا فرشته مسیج زدم که آقا برات کی خوبه، 1 شنبه یا 2 شنبه؟ رضا گفت 2 شنبه. گفتم اوکی. بابام زنگ زد توی 25 ساله هر وقت بابای من زنگ زده گفته که آقا من میخوام برم دکتر، گفتم من هستم. یعنی تا حالا نشده جملهش تموم شده باشه مثلا مکس کنم من میخوام برم دکتر، من هستم. اصلا نمیپرسم کیه، نه تاریخش چیه، ساعت نه. بعد گفت فردا هم دکتر. گفتم چه ساعتی؟ گفت 8:30 صبح تا 11:30 12. دقیقاً وسط تایمی که من میخوایم شروع با هم ضبط کنیم. یه خورده چیزی که بابا من واقعا ازت معذرت میخوام، برای یه بار بهت میگم نمیتونم. یعنی اینقدر دلم میخواست این ویدیو رو امروز بگیرم. بابا تو پیروز بود به من پیام دادی، گفتی برنامه بگیریم. آخه تقصیر منم بود، من از شهر خارج شده بودم، پیش گوسفند و اینا بودم. سهیل پیام دادم یارش علف می‌خوردم. چی میگی الان؟ ولم کن، من رو کوام. بعد تهدید می‌کرد نمیدونم اینجور داستانا. بعد گفتم خب اوکی، پیروز بود. من به تو پیام دادم، گفتی بابام باید فردا برم دکتر، بنادیم دوشنبه. الان دوباره یکی دیگر رو بردی دکتر. کیو بردی؟ یعنی که دیروز رو داری میگی؟ نه من فکر نکنم. گفتم بابا بچه‌ها باشم یا نه، گفتم بابا برم ویدیو بگیرم. گفتم برنامه ویدیو اونو پیروز گفتی. دیروز هم بابا تو بردی دکتر یا امروز بردی؟ نمیدونم. نه دیگه دیروز آپشن بود دیگه، دیروز انتخاب نکردی. گفتم 1 شنبه یا 2 شنبه، گفتی 2 شنبه. گفتم اوکی. پس بچه سوال تک پدره، فکر کردم چیز تک بچه. چند بچه؟ نه اونم اشتباه متوجه شدی. دی ان ای تست دادم از بندرعباس داره تا تبریز به غیر از کردستان. بعد بابام میگه من کردم. به مامانم گفتم تو که با همه بودی یه بارم به بابامو میدادی حداقل دی ان ای یارو تو جمع باشه. البته این تست میدونی که دقیق نیست، ولی خب نمیتونی گناهشو بشوری. اون هنوز علم اونقدر پیشرفت نکرده، چون اصولا هر کسی پردهشو بزنی ببره تست بده، بای دیفالت 90% تو هر کی باشه سر کوچم یارو بکشه پدرش در میاد. جنش هم چرا اینجوریه؟ حالا بلش کن. خب حالا آقا میخوام راجع چی صحبت کنم. ببین من راجع به اولین ویدیوم رو میخوام راجع به اظهار نظر صحبت کنم. من چیزی که متوجه شدم، حالا من یکی از این از آشناهامه، اسمش نمیخوام ببرم که مثلا بی احترامی نباشه، از این حرفا، بهش میگم مامان، برای اینکه آدم‌ها رو حتی پوینتو بگیرن. فکر کنم مثلا نشستیم یه جا غذا میخوریم، بعد من دارم راجع به یکی از آدمایی که میشناسم صحبت میکنم، میگم آره این آدمه اومده اونجا مثلا یه دونه اینجوری زده، یه دونه اینجوری زده و این حرفا. بعد این آدم پشتش یه جورایی سنگین وصله به دولت، واسه همین میتونه پولش مثلا کثیف باشه یا مثلا یا حالا من نمیدونم، فقط همین اینجا تمومش میکنم. بعد مامانم که اینو مثلا میدونست یا فهمید، گفتش که پس آره اینجوری پولشوری میکنن دیگه. بعد من یه خودم آدم که خودم کسی که میخواد پولشوری کنه نمیاد بره یه بیزنس بزنه حسابش به سر کار این کارو کنه. میره یه دونه مثلا لباس شوری رو میخره، بعد الکی میزنه ما روزی $2000 پول داریم در میاریم و کش میزه اونجا میزنه اینجا. احمد سال پول لباس شوری نیست. لباس شوریه؟ شویی لباس شوری. من امروز فاز خنده همین علم داره شروع میکنه از اول. خب اوکی. بعد گفتم که آخه بعد آروم باشه و دریس یه جارو دارم که جارومو جارو میکنه، این خیلی کیوته.
اوکی. بعد آقا خلاصه گفتم که مثلا اینجوری کار نمیکنه پولشویی. یا بعد از طرف پرسیدم که از مامانم پرسیدم که آقا پولشویی چجوری کار میکنه؟ بعد گفت نمیدونم. گفتم اگه یکی مثلا یه دونه بره مغازه درست کنه چجوری میتونه با اون مغازه پولشویی کنه؟ گفت نمیدونم. خلاصه 7-8 سوال کردم، هیچ چی نمیدونست. بعد گفتم ببین تو که اصلا هیچ آیدیایی رو این نظر نداری، کسی دیگه هم که اینجا راجع به پولشویی صحبت نکرد، تو یهو خود بلند شدی گفتی من میدونم رضا فرشته این مغازه رو زده چون میخواد پولشویی کنه. به غیر از این که الان فقط به رضا فرشته و به اون بیزنس توهین کردی، چه منطق دیگه ای داشتی وقتی هیچی راجع به پولشویی نمیفهمی؟ بعد طرف گفت ببخشید اصلا من زر دیگه نمیزنم. بعد گفتم چجوری الان شاکی داستانم تو هستی؟ اومدی بی اطلاع مزخرفی انداختی بیرون، بعد که من میام کالت میکنم به جای که بگی راست میگی یا من اصلا چرا به این حرف میزنم نمیدونستم دیگه از این مزخرفا نمیگم، یا بگی راست میگی، فقط اینا رو که نمیگی چی، سکوتم که نمیکنه هیچی، برمیگرده میگه اصلا من خفه میشم. یعنی داره به من میگه که اصلا میدونی دیگه داره با من دعوا میکنه در واقع دیگه. بعد میگم آخه چه منطقیه که این میک سنس میکنه؟ چرا ما توی جامعه هستیم که حالا من نمیدونم بقیه آدم‌ها اینطوری، من دارم کانال راجع به انسان‌ها صحبت میکنم، چرا اینجوری هستیم که وقتی چیزی نمیدونیم اصرار داریم راجعش حرف بزنیم و همین طوریه که نشون میدیم احمقیم، همین طوریه که احمقیت پیش میاد. چون وقتی یه چیزی میگی یکی باور میکنه، یه بچه میشنوه فیلمو به اون دیدی مثلا تو بچگی یه راه رو رد میشدی یا یه جا نشسته بودی توی مهمونی یا یاری یه حرفی میزنه، این حرفا رو یادت مونده بعد از مثلا 40 سال 20 سال 30 سال هنوز یادته، رو مبله نشسته بودم یارو رد شد اینو گفت، پس من حواسم باشه. بعضی موقع یک کلمه تمام زندگی تو رو میتونه عوض کنه یا تاثیر بذاره روش و حرف ارزش داره. پس میگم چرا آدما اینقدر راحت میتونن مزخرف بگن و بی دلیل؟ یعنی ببین یارو نظر کسی راجع به صحبت نمیکنه، یارو راجع به موضوعی که خودش شروع کرده هیچ چی نداره، یک دونه سوال ازش پرسیدم، ساده ترین سوالا میگه مانی میخواد پول بشوده، میگم پولشویی برای چیه؟ برای چه جوری کار میکنه؟ یه نفر اگه بخواد 2 تا پولشویی بزنه میشه یا باید یه دونه داشته باشه؟ هیچی رو نمیدونست و بعد سعید ناراحت شد و رفت تو دفاع. میگم چرا آدما اینو دارن؟ اولش که از انترین آدم ممکن داری میپرسی نه بهترین آدم ممکن، ولی راجع به چیزی که داری میگی من یه چیز دیگه برای همین بهترین نه خدا تو انم یه چیزی من نگاه میکردم و داشتم مطالعه میکردم، میگفتش که جایی که آدم ها آرامش دارن و خانواده شکل میگیره و تایم فری دارن که با هم وقت بگذرونن، شروع خرافات، نظرهای غلط و اینکه رو حرف هم ماله بکشن به وجود میاد. یعنی وقتش یعنی از اونجا ریشه میکنه توی فرهنگ هایی که تحت فشار هستن و اینداستریال و صنعتی هستن. تو اینو خیلی کمتر میبینی. تو اگر الان بری چین رو از زمان مائو به این ور بررسی بکنی، نگاه میکنی که توی اوج اون تایمی که مثلا کشاورزی، میدونی که در زمان اینو میگم ربط به خانواده داره، در زمان مائو فعالیتی که میکرد کشاورزا سر زمین کشاورزی که داشتن درو میکردن میمردن، میلیون ها نفر اینجوری مردن. منظور از این حرف چیه؟ منظور این که وقت نیست برای خودگویی و اینکه یه کسی فالوت بکنه و تایم فری نیست که شبا دور هم بشینی و شکم سیر باشه و بیدار باشی و خسته نباشی صحبت بکنی. پس اصولا کالچرهایی که توشون طعام و غذا، اون فود وجود داره، اینا میتونن بخورن، تایم فری دارن که استراحت بکنن، شروع میشه به بزلگویی و چرتگویی و غیره. این از بحث فرهنگیش. از لحاظ اینکه چرا حالا یک فرد شروع میکنه این رو گفتن، انسان مایل به ایجاد کردن کانورسیشن و مکالمه است. یعنی انسان دوست داره که سکوتو بشکونه و با هم نوع خودش شروع بکنه وارد یک تعامل صحبتی بشه و دایالکتیک برقرار بکنه. برقرار کردن دایالکتیک به منزله این نیستش که تو حرف درست میزنی،
قراره که تو حرف بزنی. بعد وقتی که بحث اتیک میاد وسط، نه مورالیتی، تو یک فکر کن اون خانواده یک اجتماع هستن و یک اتیکی وجود داره. من برای اینکه یک تو رو نشکنم و دو پس از اینکه تو گفتی نوبت گفتن منم بشه و تو هم همین مورالیتی رو داشته باشی که به من احترام بذاری، این باعث بانی این میشه که ما مثلا تو فرهنگ فارسی رسیدیم این که تازه پولشویی که خوبه، میگن آقا شب قیچی رو نذار یا آب جوشو نریز تو حیات. خب ببین مهم نیست بعدش چی میگه، مهم اونی که علتی که داره میگه. خب توی این کالچر وصلش میکنه به یک چیز سوپر نچراله، نمیدونم ووزی پوزی اینم فلان، تو هوا جن میاد و فلان، ولی ببین طرف جسارت اینو داشته یک جایی که بشینه مثلا آبگوششو خورده، پیازشو خورده، یه خورده منورشو نگاه کنه، این مال بیکاریه دیگه. تو وقتی که تحت فشاری، تو وقتی توی اون سیستمی که گفتم ما زندگی میکنی، مردی دیگه بعد کار. انقدر بدنت تحت فشاره و ذهنت تو عذابه که فقط میخوای به آرامش بریسی، تو سکوت بخوای و دوباره بیگاری ازت بکشن. جایی این اتفاقات میفته که اون کشورها سرمایه دارن. تو اینو توی بافت انگلیس هم به شدت زیاد میبینی، انگلیس قدیم، الان که شده دیگه پایگاه دوم مسلمونا، ولی در انگلیس قدیم هم همه جا میبینیش. آره اینو خیلی میبینیش که حرفهای بیهوده. من دارم حالت چیز بهت میگم، باستانی طورش خورده عقب‌تر از این بافت امروزمون، از اونجا میاد بیرون. وقتی که این حالت به عنوان یک مورالیتی و یک اتیک جمع خرد به کار میره، اینجوری میشه که من اینجوری کنم. سوال میدونستی زمین صافه و خورشید همینجا داره میچرخه؟ تو سهیل طول اقتصادی اونجا نشسته، یه ایکس نشسته. میگم سهیل اگه سهیل اونجا میگفتی ننت حروم زاده یه ننه قوی و همه چی حل میشد، مشکل حل میشد، بقیش مهم نیست بین ما به هم میخورد. ولی آدمای دیگه برای اینکه کظم غیظ دارن به عربیشو، اون بحث مورالیتی و اتیک و اینا، میگه خب بعد طرف انسان انقدر فاسده که میگه عجب گفت بذار حرفش تموم شه من یه دیگه بگم. من هیچ موقع خاطرم نمیره اینو بهت بگم، توی جمع خانوادگی نشسته بودم، بزرگ کل اون خاندان نشسته بود اون بالا، من که دیگه ته اسپرمیه ته کمری بودم، تو اون جمع نشسته بودم خیلی وقت پیش. شروع کردن از راز بقا و این داستانای نمیدونم نشون میده نشر جغرافی تو رو اینجور چیزا گفتم. نمیدونم من ویدیو دیدم گوزن آهو رو میکرد، اون گفت چیزی نیست کله زرافه تو خرس بود و یهو بزرگ جمع بلند شد. من ویدیو دیدم شیر اومد وانت فیلم بردار رو خورد. هیچکی نگفت چرا اینو داری میگی، سندت چی اینو داری میگی، مدرکت چی اینو داری میگی. میدونی چرا؟ در وهله اولش احترامه نیست، مورالیتیه. میگه اگه بگم اونم از من میخواد بپرسه. پس اینجوری تفاوت یک جامعه عقب مونده رو با یک جامعه مدرن و پیشرفته میفهمی. جامعه های پیشرفته یک چیز ساده رو میبرن تو آزمایشگاه گرون قیمت، بارها و بارها به قیمت چند صد هزار دلار یا میلیون دلار امتحان میکنن، فقط برای اینکه مطمئن بشن، نه برای اینکه نمیدونن. یعنی فقط برای اینکه مطمئن بشن این چیزی که ما داریم میگیم سندیت داره. جامعه های ضعیف و جامعه هایی که از سواد گریزانن، بعد در عین حال که انسان دوست داره اکسپرشن بالایی داشته باشه، در عین حال نیاز به این هستش که یک چاشنی بغلش بذاره دیگه. شروع میکنن از معده حرف زدن، شروع میکنن راجع به چیزهایی نظر دادن که فقط تاپیکن، نه بادی دارن نه کانکلوژنی دارن. تو اینو توی خانوادت میبینی، تو اینو مثلا تو بلنشی بری همه الان توی آفریقا یا چه میدونم بری پیش شمنهای هندوستان یا بری پیش دالای لاما که هنوز زنده است، میگه خب دالای لاما اونجا نشسته بهت مثلا میگه من برم زیر زنگ میشینم اینجوری فلان میکنم، یا میگه من رو هوا بلند میشم. آدم‌هایی که میرن پیش شمنا برمیگردن شای هستن که میگن ما دیدیم اینا بلند شدن رو زمین. ببین اونا چه خار
هستن. اونا میدونن که اون بلند نشده. برای اینکه استوری لاینشون جذاب باشه و واو ازت بگیرن، حاضرن سهه بذارن روی تایید بکنن این دروغ رو، میدونن که یک چیز بولد درشتی رو تو زندگیشون داشته باشن که بهت ارائه بدن. چون نه مهندسن، نه آرشیتکتن، نه آرکئولوژیستن، نه ساینتیستن، نه چه میدونم استروناتن، نه شیمیست، هیچی نیستن، نه کمیستن، هیچی نیستن. پس مجبورن توی دروغگویی با هم رقابت بکنن. همین ریشه باعث میشه که وقتی تنها نشستن یهو به ذهنشون چیز خوب، چون ذهنو میگن ماسل مموری، ذهنم یک ماسل دیگه، ذهن اینا کند، سوست، در هم گسیخته، عجیب و غریبه و یهو همچین حرفایی رو میشنوی. توی فرهنگ ایرانی من یادم اینجوری میکرد، نگاه نکن اقدس خانوم داره میاد چش شوره از پشت پنجره. ما نمیگفتیم چرا چش شور. من همیشه فکر میکردم میگفتن طرف چش شوره، فکر میکردم صبح خواب بلند میشه چششو نمیشوره، مثلا صورتشو نمیشوره، چشش شوره، مثلا چشش کثیفه. من ما بزرگم میگفت خب بیدار میشه که جای چشت کثیفه به خاطر اینکه روز قبلش پسر بدی بودی، شیطان اومده شاشیده تو صورتت شب. همینه دیگه. برای همین بوده که توی یوکاتان برای اینکه خورشید گرفتگی برطرف بشه تا پایان خورشید گرفتگی گردن انسان‌ها رو میزدن. کسی اونجا نبوده که برگرده بگه که آقا چه ربطی داره. اگر ربط داره ربطش چیه؟ حداقل تزت چیه؟ تز هم وجود نداره. پروپوزال داری اصلا واسه اصلا چی رو چه؟ نه اینه چون خیلی ویرده، خیلی عجیبه، خودش کارش انجام میده. خیلی قشنگ اینو گفتی. من دقیقا همین جوری میبینم. من قشنگ وقتی یه نفر میاد یوشو میکنه توی جمع چرت و پرت اینطوری گفتن، دقیقا میبینم که یه نفر داره گردن میزنه و هیچکی به این کاری نمیکنه و بقیه میگن اوکی بذار منم یه گردن دارم بذار منم بزنم. بعد میگم این چه منطق احمقانه بین مردم میره. مثلا یه دفعه آخرین باری که من اومدم ایران، همه از راننده تاکسی تا مثلا دکتری که رفیق بابام بود خونمون بود میگفت میدونستی بالای 50% فروش پرش تو ایرانه؟ بعد گفتم مگه میشه یک کشور انقدر اسکول باشن؟ چطوری تو فکر میکنی اگه مثلا اول که امکان داره یک کشور 50% پرش داشته باشه، مثلا با منطق اولاغ هم واسه بفهمی اگه یه خورده عقل داری. بعد دومی که مثلا میگفتم اگر هم یک کشوری دومین بود مطمئن باش ایران نبود، میتونست آمریکا باشه، میتونست کانادا باشه، میتونست مثلا آلمان باشه. میدونی یه کشوری که مثلا یه منطقی توش بگه آقا پول داره توش داره درست میشه فلان بسا. ایرانی که تحریم مثلا پشت نره شعبه بزنه مثلا چیه منطقه؟ حالا نیست میگن شعبه زده چون آلمانیه، ولی درصد پوینت منو میگیری. تحریم دیگه همه چی. دقیقاً حرف درسته. ببین توی حتی خود ایران ما یه فایت های چیزام داریم، قومی کالچری هم داریم. من یادم توی جمعی نشسته بودم همه‌شون ترک بودن. بعد گفتش که میدونستی ترکی دومین زبان زنده دنیا، دومین زبان زنده دنیا ترکیه. کی گفته اینو؟ همه میگم. وقتی بهش میگی کی چی گفته، همه میگم. بیا رفیق دارم پروفسور اون گفته. یکی سورس وجود نداره. ببین 2 تا چیز وجود داره. از وقتی که دوربین اختراع شد میگن دیگه نه دریا شکافته شد، نه کسی پرواز کرد، نه با حیوانات حرف زد. و از وقتی که اینترنت اومد و این گوگل لامصب اومد دیگه نه کسی استناد کرد به اینکه کی گفته و فلان. یا سورست کو، رو چه حسابی حرف میزنی؟ من چند تا سورس رو توی برنامه‌های خودم کار میکردم قبل این گروک، مثلا چت جی پی تی میگرفتم و اینا رو چک میکردم، خیلی سورس خوبی بود. بعد مثلا میومدن با ایموت میذاشتن منبع چت جی پی تی. مثلا اگه منبع مامانش که جن مثلا تخم مرغ رو رنگ میکنه با مداد بشکنه اسم بیاره اون ننشو. ببین تخم مرغ، این همون گردنزنی یوکاتانه دیگه. آره فقط چیز شده. ببین استدلالش همونه دیگه. میگه این تخم مرغ رو اسم هر کی شکست یعنی اونه که باعث بدبختی ماه. ببین تخم میرن از تو کون مرغ یه دونه تخم مرغ نشسته اونجا واسه خوش داره داریوش گوش میده، تخم مرغش جوجه بشه، اونو ور میدارن قط 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 مادر تا همون فوش خار مادر اون داره به خود میکشه. بعد از تخم رو بوده اون
که توش مایع هستش، میخواد با مداد شمعی که میکشه رو اون تخم مرغ انقدر میکشه فشار، بعد میبینه داره پر میشه با یکم مشکل داره فشار میدادن. مثلا زبیده، نجمه، غلام، تخور غلام، غلام خار غلامی پدر، همه گفتن غلام پدر. یارو اصلا یارو حذف میکرد، حذف فیزیکی میکردن از مهمونی، حذف فیزیکی از خانواده، چشور و فلان و بعدیوم و بعدبیار و غیره. ایرانی‌ها آره ایرانی‌ها تنها کالچری هستن که موفقیتاشون رو قایم میکنن، میگن نگو چشمت میزنن، خاک تو سرت بکنن. تمام دنیا میگن بیا بگو چیکار کردی، 4 تا مشورت بگیر، 4 تا کانسالتیشن بگیر، یه چیزی بگیر، خودتو خوبتو نشون بده. این باعث افتخار. ایرانی‌ها میذارن زیر پتو، روشم به پارچه میکشن. خب این فرهنگ ایرانی هم پرچم عثمانو میام، جایی که غذا هست، انرژی هست، وسیع هست، خانواده هست، این اتفاق میفته. تو اینجور مسائل رو هیچ موقع نمیبینی در مورد کسانی که دارن پژوهش میکنن تو آنتارکتیکا. یارو میگه ما در فریز میشه برام بیرون، اگه حواسم جمع نباشه یه اتصالی اینجا بکنه مردم، پس وقت ندارم تخم مرغ بیارم با مداد شمعی بشکنم. بس این نشون میده که اگر تمدنم نگاه بکنی تو جنگ‌های جهانی و بررسی بکنی، رادار کی کشف شد؟ در جنگ جهانی انگلستان. تا قبل از اون شکم سیری بود، کسی میگفت خواهرت. بمب اتم با چه فشار محدود و لیمیتی به وجود اومد؟ یا در مورد کرونا، کووید 19. حالا بمب اتم کوتاه. تو اچمامو فهمیدی؟ نه. وقتی داشتن بمبو میساختن، یه دونه آدم که جاسوس روسیه بوده یه چیزی میشنوه راجع به اچ بام، بعد فکر میکنه که اینا دارن یه بمب میسازن که از بمب اتم هم بدتره، بعد اصلا هم چیزی نبوده. میره به روسیه میگه فکر کنم ممکنه نمیزنن، بعد اونا یه پروژه شروع میکنن به اسم اچ بام، به اچ بام برسن، هیدروژن بام برسن. بعد جاسوس آمریکا از روسیه زنگ میزنه به آمریکا، میگه بابا اینا نمیشه، بعد جفتشون به اچ بام میرسن. دقیقاً که آزمایشش هم تو آب همونه، درسته؟ نمیدونم آزمایشش دقیقاً، ولی توی هر فیلم چیز دیدم یارو هایزنبرگ چی بود اسمش؟ فهمیدم که فیلم دانشمنده. آره. ببین اینجوری تو فشار آدمو پیشرفت میکنه. آدمو که راحت بذاری رو میاره به ادبیات، سرایش، شعرگویی، شعر و ورگویی و فقط کافیه که 2 نفر تاییدت بکنن. واویلاست. الان جدیدن من نگاه کردم تو هندوستان یه خدای جدید آوردن، یه دختره و میگن این معجزه میکنه، بعد دختره رو میذارن توی سبد تکونش میدن و سینه‌اش تکون میخوره و همه عبادتش میکنن. ببین این وضعیت انسان‌ها یک سکونس یعنی بی نهایته. اگه ولشون کنی به حال خودشون، حتما باید شرایط طوری باشه که تو از اون حالت غریزی در بیای بیرون. چون انسان با حیوان فرقش در خرد و شعورشه دیگه. حیوان میگه من یه سیکلی دارم، میرم دنبال غذام، به اصطلاح میگم حرفم نمیتونم بزنم، پس کارم انجام میدم. چون حرف نمیتونم بزنم، نهایتا میتونم خودمو بفهمونم، حالتامو بفهمونم و یک ارتباط بیسیک بگیرم. انسان تون دارای شعوره، شعور رو اگر تو ازش استفاده درست نکنی باعث پسرفتت هم میشه، در حدی که آدم‌هایی در دنیا زندگی میکنن در همه جای دنیا که شعورشون از جنین انسان کمتره. چون جنین انسان حداقل نمیدونه، چیزی نمیگه، فقط میگه ولی اونا کد میگن. اونا یه کاری بهت میکنن که وقتی گالیله بود که گفت زمین گرد خار، میخواست گردن یارو بزنن، ولی جنین گردن تو رو نمیزد. نه اونی که گردنشو میزد میدونست نه جنینه، حداقل جنینه نمیخواست یک اندیشمند رو حذف بکنه. پس گاهی شعور تنها کافی نیست، مثل پرورش بد خانواده میمونه. بچه رو اگه میذاشی تو سطل آشغال، بعضی اوقات از تربیتی که بعضی از خانواده‌ها میکنن بهتر اگه زنده میمون به شرط بقا، حداقل متوجه میشد که یه کارایی باید بکنه زنده میمونه و فلان. ولی بعضی اوقات خانواده‌ها یه جاهایی میبرن سری افرادو که واسه برگردوندن اون افراد مثل سنگی که توی چاه عمیق میندازن، هزاران انسان تلف میشن، جونشون رو از دست میدن به خاطر تفکر یک فرد.
حالا خیلی سوال آخرم که چیزی هست، یعنی سوال که نیست، من به نظر من، بگو نظرت خودم چیه، به نظر من ما باید شروع کنیم یه خورده بیشتر حرف بزنیم و وقتی یکی یه کاری اشتباه میکنه بهش بگیم. حالا مثلا من این همین سیچویشنی که گفتم وقتی تو جمع اتفاق میفته، مثلا میگم 5 نفر نشستن، یکی یه چطوپتی میگه، بعد میگم که میگی سورس چی، اشتباه داری میگی فلان، بعد یهو همه جمع، بعد اون که مثلا میگه با من یه خفه میشم، نه همه میگن بی خیال بابا حالا اومدیم حال کنیم اینا، نمیام میگن خب راست میگن دیگه آقا، تو وقتی میگی 50% منطقیه حرفش دیگه، چه حرف داری چت میزنی، یا برعکسشو. اینو هم به نظر من آدما باید یه خورده شروع کنن، کسی که چیزی میگن رو همون شروعش خاموشش کنن که آقا اینطوری نیست، این چیزی که میگه اشتباهه، چون وقتی ولش کنی و برسه دیگه اون آدما رو نمیشه برگردون. من رو حرف تو برای تو یک سوسایتی و اجتماع بودن میگم کار تو اشتباهه، به خاطر اینکه شما میشی اولین قربانیای گوشت جلوی تو. یا بعد قیده تو اجتماع و جمع بودن و حال کردن و بزنی، یا اینکه تو اینجا تو اونا زیادن، اونا گلن، من کلا تو دوستان باید حذف شدم فدای این قضیه بکنی. من اول دیگه من مثلا هفته من روزی 2 تا مهمونی فرض کن دعوت میشدم تو زندگی، وقتی شروع کردم پارتی دیگه خیلی پارتی شدم، بعد رسید به مثلا هفته 3 بار شد، بعد هفته 1 بار، بعد الان مثلا شده سالی 4 بار. دقیقا همینه. ببینید الان ببین سوهل، خیلی از مردم اسم پرستن، میرن که میگن که یه عده بودن تو مس بوت میپرستن، چه کسخل بودن، چه احمق بودن. بعد یه آرتیستی موزیک که اونم تازه دیجیتال با سینتیسایزر ویرچوال اینسترومنت یه چیزایی میرزه رو هم دیگه، یه چیزی میخونه میشه بوتشون. بعد تو اگه بگی این خوب نیستا، اسم تو اسم داری ولی این خوب نیست، اون کارت خوب بود این کارت دیگه خوب نیست، خفه شو مادر. همون کاری که با بوت ها میکردن بوت پرستا با تو میکنن، فقط بوت الان شده MP3. اینو باید مراقب بود که اونا همونن، این تفکر همونه. فن، ببین کلمه به اسم فن این همون بوت هست، همون بت پرستی است. من فن فلانم، من فن اینم، من فن فن آدم میشن. یعنی کسی که فن آدم بشه، ببین ما 2 حالت میتونیم آدم ها رو دنبال بکنیم، یا به خاطر دستاورداشون از اون آدم تقدیر بکنیم که فن اون دستاوردیم، این که فعله، یا از لحاظ غریزی و جنسی فن رابطه جنسی، میگه آقا من واو، مثلا من میگم مونیکا بلوچی این اصلا کاربردش چیز دیگه است تا اینکه یک فرد رو بذارم جلوم بپرستم یا جلوش دلا بشم. کاری که با مایکل جکسون میکردن، کاری که با یک آرتیست ایرانی میکنن، کاری که با اون دختر الان تو هندوستان بهت گفتم میکنن، کاری که با تیترهای مختلف مثل تاجدار و فلاندار و تو سیاست و غیره میکنن، و وقتی هم که بهشون بخوای بگی میخوان حذفت بکنن، یعنی میخوان نابودت بکنن، و اونا میان مسخره میکنن آدمایی که تو یوکاتان برای خورشید گرفتگی آدم سرشون رو میبریدن، به خاطر اینکه ایدئولوژی دارن. اونا هم ایدئولوژی دارن. ایدئولوژی ثابت میمونه که پژوهش درش نیست. تو نمیتونی به من بگی ببین رضا، مثلا من فکر میکنم که مثلا من فکر میکنم که چه میدونم زمین فلانه یا فلان چیز فلانه و ثابت روش بمونی. این ببین الان E=با MC2 اومد، همه گفتن واو، و الان ما داریم به جایی میرسیم که علت وجود ما در هستی و وجود هستی رو بر نمیگردونن فقط به بیگ بنگ، و بیگ بنگ هم رفت جزو یک نظریه شبه فرضیه. بغل چیزهای اینجوری پیشرفت میکنن دیگه. وگرنه ببین زمانی که طاعون اومده بود در اروپا، طاعون فراگیر شده بودن، لباسایی میپوشیدن که منقار داشت. نم دیدی شاید عکساشو، منقار بلند داره، خیلی خوفناک، و همه آدما میگفتن هر کسی این لباسو میپوشه توی این منقار پر میکردن از سیر و پیاز و گیاه و یه سری چیزا، و میگفتن این گیاه ها، این سیر و میر و این غیره که ما کردیم توی این منقار پر بوده. اون منقار
اون باعث میشه که ما تا اون نمیمیریم. روی این فرضیه بودن و سروایو میکردن با همون لباس. اوکی. بعد مشخص شد که اون لباس و اون داستانات جلوی تنفس اینا رو میگرفته و مثل ماسک عمل میکردن. و اون سیر و پیازه باعث این نبوده که تو رو حفظ بکنه، ولی آدم ایدئولوژی دار میگه 100% همین بوده، کار کرده هم بوده، بهش فکر بکنی گردنت هم نفر کردن. چی میگی دیوونه ای؟ ویدیو ها داریم، عکس داریم، تو روزنامه نوشتن راجبش. آره میفهمم. پس انسان خردمند فرمش مثل مایه میمونه، شناوره. یه روز یه چیزی فکر میکنه میگه اشتباه کردم، یه روز یه چیزی فکر میکنه میگه آها این خیلی خوبه. و ما میترسیم، ما ایرانی‌ها میترسیم بگیم نمیدونیم، بلد نیستم، کمکم کن، بهم آموزش بده، بهم یاد بده، مرسی. میترسیم اینو داد بزنیم، یعنی میکنیم وای، یعنی یکی فهمید من نمیدونم. یکی رو میبینم مثلا بلد نیست یه چیزی رو، بهش میگم میخوام بهت اینو کمک کنم یادت بدم، بعد میگم الان بهش میگم میخوام کمک کنم که اصلا دیگه یارو قاطی میکنه، میگه من فکر کردید چیه؟ میگم بذار ببینم با هم فکری میتونیم اینو بهتر کنیم که بهش بر نخوره. اون که اصلا خودش بگه که اصلا دیگه فوله. این ببین این اینجوری نیست، ولی تو توی محیط هایی که میگم ربطی هم به داخل ایران و خارج ایران نداره، محیط هایی که توش علم حرف اولو میزنه، همه میدونن که هر چیزی فکر میکنن نسبیه و همه دنبال این هستن که یک نفری تکمیلشون بکنه و از این و او رو ستایش میکنن و او خودش در یک پازلی قرار میگیره که کسی دیگر او رو تکمیل میکنه. مثل من اول نفهمیدم هیدروژن بمب داشتی میگفتی، فکرم یه اسمی گفتم نه نمیدونم چیه. ببین خیلی راحت مثلا حتی گفتم چی میگی، یه چیزی گفتی مثلا دیدم نمیفهم، نه تا تو صحبت کردیم اوکی داره بمب هیدروژنی رو میگه، ولی حتی میپرسیدم میفهمیدم چی میگی، ولی تو لحظه گفتم نه تا بگی تا یاد بگیریم. منم نگفتم تو احمقی، ترس نباید داشته باشیم از این، حتی بگید احمقی، حتی بگیم اوکی احمق عملا یاد میگیرم، فردا قوی تر از دیروز میشم، پس کمتر احمقم، پس دارم به خودم لطف میکنم دیگه. شواف که نمیکنیم که، نباید شواف بکنیم. آدمی که کتاب میخونه که شواف نمیکنه. یه آدم فکر کن تو خونش ورداره کتاب، مثال حالا هر مدل کتاب الکترونیک، هر جوری که به خودش اینفورمیشن رو میرسونه بهش بهتر میچسبه، شواف میکنه به خودش. کسی که داره روی آزمایشگاه مثلا تو کار مایکروبیولوژیکی داره کار میکنه داره شواف میکنه؟ نه داره واقعا شواف نمیکنه که داره کارو میکنه. پس دانش نه شوافه، نه عیبی وجود داره که تو بگی یه چیزی رو نمیدونم، نه عیبی وجود داره که یک نفر منو الان اصلاح بکنه، نه عیبی وجود داره که آدم خطا بکنه، به شرطی که نقد پذیر باشه، به شرط اینکه بدونه اینکه اگر چیزی رو داره میگه الان داره میگه ممکنه خطا بکنه و سورس نیست، خودشو سورس جا نزنه. الان تو سوشال میدیای فارسی رو وا میکنی همه سورسن، سورس تریدینگ منم، بیا پیش من انقدر پول بده من تو رو خدای پول میکنم. یه خورده راجع به این صحبت کن. مامان واقعی مامان قبلی نه، مامان خودم واقعا بهم مسیج زده تو اینستاگرام، بعد میگه که همون روزی که مثلا یه خورده داستانای با آمریکا شده بود که آره کانادایی‌ها حتی اونایی که تو کانادا به دنیا اومدن فقط همین که ایرانی باشی ورودشون به آمریکا ممنوع شد. بعد من رفتم این رو اینترنت اینو که مثلا فرستاد گفتم ای بابا، چون من خب هر سال 3 ماه میرم آمریکا، گفتم که ای بابا ما 3 ماهمون پرید. بعد خب پول همه خونینام هم دادم آردی دیگه. گفتم مثلا اینجوری ناراحت شدم، بودم چک کنم ببینم واقعا مثلا چه هستش، بعد دوری بزنی فرمی پر کنیم شاید جواب بدن. رفتم زدم دیدم هم چیزی نیست تو این خبر. بعد به مامانم مسیج دادم که این مزخرف از کجا باز چیز کردی؟ نه بابا مزخرف نیست، تو اینستاگرام خوندم. بعد میگم یعنی این اصلا نمیفهمه سورسم حتی چیه. مثلا ما مسخره میخوایم بکنیم میگیم اینا کجا خوندی اینستاگرام، یعنی داریم میگیم پس معلومه چرته. بعد این داره به عنوان چیز پشتش میاد که دیوونه احمق تو اینستاگرام خوندم. بعد میرم یه پسر ایرانی اینو پست کرده. خب مادر سگ برای چی میای این مزخرفو میذاری؟ مثلا من الان میام یهو همون فرمود بذارم که آره آمریکا 2000% تعرفه گذاشت رو نفت ایران و ایران تموم شد، دلار میشه 100 میلیون. خب 100% من با اینفلوئنسی که دارم به تو هم زنگ بزنم، به دو تا دوستام زنگ بزنم میگم شما اینو ریشر کنین، 100% اخبار داره یه صدی رو مینویسه. خب نباید آسون باشه احمقیت رو به این راحتی آتیش میگیره. واقعا ببین دو تا نکته وجود داره. یکی اینکه گجت و اینترنت اومده دست نسل قدیم
که اینا اصلا باهاش آشنا نبودن و به شدت دارن چیتینگ، عمل چیتینگ دروشون انجام میشه. فکر میکنن اگه یک پستی، یک کسی یه ویدیو، یه آهنگ و یه تکست نوشته یعنی کتابه، یعنی کتابه، یعنی چه میدونم جدول مندلیوفه، یکی از عناصره، یعنی اصلا 100%. چرا؟ چون یه فایلیه که تو گوشیم وا شده، برای اون این قضیه معجزه است، میره که واو کلیک کردم این هر چی بگه درسته. یه عده یه خورده آشنایی دارن ولی یوزرهای بیگینری هستن. طرف اومده یه تیکه اومد یارو به من، یه آدم خیلی درست حسابی، ولی که ایلان ماسک اومده گفته ما زمین تخت چند جهانی داریم، فلان پشت چند تا قطبا رو رد میکنی، زمینای مختلف، جانورای اژدها و دراگون اون پشته. و بعد در مورد ایلان ماسک داره صحبت میکنه که اسپیس ایکس رو داره. خب مثلا کارش اینه که زمین رو گفتم میتونم ببینم؟ خواهش میکنم. هیچی نگفتم. اوورد دیدم اول یه تصویر از ایلان ماسکه که توی یه پادکست جو روگنه، کات میخوره، صداشو با AI مصنوعی در آوردن، بعد تصویر این جک و جونور روش نشون میده، یه استناد به تیشرت با AI صداشو چنج دادن، ساب تایتل، بعد دیگه تصویرش نیست، فقط اولش گذاشتن. گفتم عزیزم اینه، من تیشرت رو دیدم، پرده جو روگن تابلوه دیگه. گفتم خب تو اونو گفتم چرا به خودت این بدیو میکنی؟ یعنی تو از تو بعیده که اینجوری فکر بکنی. یه سری هم تقصیری ندارم، ما یوزرهای با کوالیتی های مختلف داریم و با کوالیتی های خوب داریم. باید اینو بپذیریم که انسان، حتی من مطمئنم من و تو هم میتونیم تو یک لول دیگه، تو یک مدیوم دیگه، میدیومش فرق میکنه، دچار اشتباهاتی بشیم که خیلی شاید تخصصی تره، ولی بشیم. باید اینو بدونیم که انسان شکننده است. ولی حداقل من و تو ولی همین که همون دقیقاً همون که تو گفتی، مثل آبیم، یارو بیاد بهمون بگیم اوکی فهمیدیم. اوکی آره، باور نمی‌کنیم، یعنی ایمان نمیاریم، جلوش نماز نمیخونیم، آره. اینجوریش نمی‌کنیم، یاد میگیریم. آدم میشه میگه اوکی من اینو دیدم، خیلی خوب، اوکی فلان غیره. من مثلا اینجا نشسته بودم من اینجا تنهام دیگه، بعد همیشه سگم میره، اینم میگم جمعش کنیم بحثو، ولی خیلی قشنگ شد همین آخرش تو اینو. آره دیدم که در دستشویی باز شد، صدایی داره در دستشویی، میدونم چه شکلیه، هدفون رو گوشم بود. و سگم گاهی میره در دستشویی باز میکنه بازی کنه، مثلا بره اینجوری وای میسته توش. بعد من اومدم او چیکار داری میکنی فلان، دیدم سگی در کار نیست، سگم خوابه. بعد نگاه کردم اوکی این درم صداش اومده. هر کی جای من بود 4 تا رمل و استولاب و جنگی رو 2 بار فقط اگزورسیست رو میذاش میدید، هاراگیری میکرد، اگه نمیمرد مثلا یه کارایی میکرد، دعا میکرد زیر زبونش، خونه رو میفروخت میرفت. بعد من دیدم موتور یخچالم عیب کرده و مثلا اولین بار یک صدایی تولید میکنه، فرداش فهمیدم که عین صدای این داره. ولی من در اون لحظه گفتم اوکی من اینو دیدم، خیلی خوب، اوکی یه چیزی هست من نمیدونم، خب یه چیزی هست، خیلی خوب. تایم گذشت فهمیدم چیه. ولی آدم جوگیر دیوانه خرافات فلان تموم، حالا از این 4 تا هم دروغ میذاره روش، فردا میگن شب در دستشویی وا نذارید یا مثلا آب جوش نریزید، تموم شد. همینجوری شکل میگیره دیگه، همینجوری شکل. حالا کافی یک نفرم پیش من میبود، وا ویلا تو شاهد داری واسه این، وای حالا بیا درست کن. مثلا طرف داره میگه آقا من دیدم شمنه بلند میشه، اون بغلش میگه آره. بعد واقعا هم باور میکنن. اینم من دیدم که، یعنی حقیقتا دیدم که یکی باور میکنه. یعنی یه داستان برای خودم با دوستم اتفاق افتاده، بعد مثلا میگم فرض ما رفتیم یه لبه، بعد لبه دیگه وایسادیم، ولی اگه میافتادیم خیلی مثلا دیگه داستان خفن میشد. بعد این دوستم توی سالا داستان رسونده به اینکه ما اینجا افتادیم پایین. یعنی مثلا وقتی تعریف میکنه میگه ما اصلا تا اون طرفیم و افتادیم پایین. بعد یه بار که با هم بودیم داشت تعریف می‌کرد که آره یادت افتادیم پایین. گفتم دارم نیافتادیم پایین. بودم بابا دیوونه‌ای افتادیم پایین. بعد نمی‌دونم حالا این داستانو من خودم در آوردم ولی نمی‌دونم باور کنم که یعنی این واقعا باور کرده، چون با من که دروغ نداره بگه ما دو تا با هم بودیم دیگه. ولی میگفت نه تو اشتباهات افتادیم.
انقدر داستان تعریف کرده، داستانی که خودش تعریف کرده جای حقیقت رو تو مغزش کاملا گرفته. آفرین این دقیقاً وجود داره و از نظر من برداشت خوبی بود از این قضیه که از چی شروع میشه غیره. اون فیلمی هم که سهیل گفت اوپنهایمر بود. اسمش الان یادمون اومد گفتیم. That's it. برابکس love you. مرسی که این اپیزود رو نگاه کردید. چاکس.